ما اگر روزی نیم ساعت به قرآن وقت بدیم میدونی چه اتفاقای قشنگی میفته؟ ما همین قدری که تو فضای مجازی دنبال پیامک‌های مردم میگردیم، بخونیم، بخندیم، وقت بگذرونیم، اگر روزی همین قدر نه بیشتر به پیام خدا و به کلام خدا وقت میدادیم، میفهمید چه اتفاقهای قشنگی تو جامعه ما میافتاد. چقدر به قرآن روزانه داریم وقت میدیم. حضرت خالد ابن ولید آخر عمرش شمشیرشو برداشت، خطاب به شمشیرش گفت شمشیر از بس تو در دستان من بودی، من نتونستم قرآن رو زیاد تو دستای خودم بگیرم. از بس تو در دستم بودی، من پیش خدا شرمندم که قرآن رو که اونطور که باید تلاوت نکردم. ما لحظه ای که موتمون بیاد